بسم الله الرحمن الرحیم. حاتمی هستم، یکی از اعضای هیئت اجرایی انتخابات 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 4مین دوره شوراهای اسلامی هستم. از همون اوایل صبح که هیئت نظارت و هیئت عوامل اجرایی و هیئت نظارت و اعضای شورای نگهبان حضور داشتند، در حضور کلیه عوامل اجرایی درهای صندوق آرا پلم شد و مردم ازدحام جمعیت طوری بود که همه منتظر بودن تا اینکه ساعت 8 صبح بشه و همه وارد بشن و به اصطلاح رأی اولی بشن. حضور مردم واقعا با شکوه بود، واقعا چشمگیر بود، به طوری که خیلی ازدحام جمعیت باعث فشار روی عوامل اجرایی بود که ما مجبور بودیم که مردم رو شناسنامه‌هاشون رو تحویل نگیریم تا اینکه اون تعداد افرادی که شناسنامه ها رو تحویل دادن اینها همه رأیشون رو بتونن بدن و بعد افراد دیگری وارد صف انتخابات بشن. خیلی واقعا با شکوه بود، واقعا این حضور حماسی بود. این پیامه که امسال مقام معظم رهبری دادن در خصوص حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، واقعا مردم به این پیام رهبر معظم انقلاب لبیک گفتن. انشاءالله که هر فردی که به عنوان ریاست جمهوری انتخاب میشن یا اعضای شوراها واقعا این مردم رو درک بکنن، واقعا به نیازهای این مردم پاسخ مثبت بدن، واقعا این مشکلاتی که مردم همه مطرح میکردن رو انشاءالله بتونن جوابگوشون باشن و انشاءالله 4 سال آینده این مسئولین شرمنده مردم نباشن.